درود بر عزیزان چنل پریفان میوزیک. زینا هستم. خیلی خوش اومدید. پریسا هستم. خیلی خوش برگشتید به یه ویدیو جذاب نمایشی دیگه با ما. یعنی قراره بریم یه موزیک گوش کنیم دوره هم و دقایقی رو بدنسیم و کیف کنیم و عیدانه بشنویم. پس بدون معطلی میریم و شروع میکنیم. لایک ویدیو رو بزنید، چنل رو سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. دمتون گرم. امیدوارم تا اینجا با ما همراه باشید و بریم. نازیه کرامت الله، این هنرمند دوست داشتنی تاجیکستان رو با هم بشنویم. چرا هنگ کردی؟ کیف. این سیدیایی هست که خش داره. اینجوری شد. وای الله یار جان. بله، وای الله یار جان. و ای شاید باشه نیست. وای الله یار. گوشیتون داره زنگ میخوره. کیم دیر بیل میاره. صداش گلیار. گل میار. برو بریم. فارسی رو پاس بدارید. نازیه جان کرامت الله. وای با قسیمه دیدی گفتم. تو خیلی باهوشی. نمیدم. پیام بازرگانی. آی الا یار جان تو مگردی سری بامبه. شنیدیم آهنگو؟ بله آهنگو شنیدیم. ولی وای الله یار جان. آره وای الله یار جان. من مثلا همیشه این الله رو مثلا اون لفظ الله نمیشنیدم تو آهنگایی که میشنیدمش. الا میشنیدم. آره یه حالت منادا، یعنی یه نفر رو مورد خطاب قرار میدی، مثلا ای پریا، الا یا الا پری، یعنی تو. پریا کیه؟ اصلا من هرچی کمتر صحبت کنم و بیشتر برقصیم بیشتر کیف میکنم. بله. آی الا یار جان تو مگردی سری بامبه. بس کن و خنده نکن میشه من نارامه. پشتی تو مارا وای الا یار جان با مثلی افتا بستیه. ما میسوزم چرا به غم خواسته. درد دادی ما را وای الا یار جان با مثلی افتا بستیه. منو میگی یا ما میسوزم چرا به غم خواسته. زهر دادی ما را. زهر دادی ما را. بله. من فکر کردم زن دادی ما را. اونجوری هم میشه. ولی ببین عینک تو بزن که آفتاب سوزان عشق من تو رو نگه داره. ببین اینجوری میسوزی تو عشقی ها. بعد مراقب باشی. وای الا یار جان تو مگردی سری بامبه. بس کن و خنده نکن میشه من نارامه. پشتی تو مارا همه دست به کار شدن. وای قد تجور کنم مثل گل باغه. دما بینی جگر جایت کنم یاره. درد دادی ما را وای قد تجور کنم مثل گل باغه. دما بینی جگر جایت کنم یاره. درد دادی ما را. درد دادی ما را. ما یک ورژن دیگه از این آهنگ رو هم شنیدیم. بله. با صدای میرویس نجرابی. درسته؟ این شعر فولکلوریک افغانستانه. درسته؟ بله، ولی بله. بازخوانی الان تاجیکی شده. آره. خیلی قشنگه و تو نوع تنظیمش و سازاش هم متفاوته. بیشک. آره اونجا بیشتر صدای رباب میشنیدی. 100% من اینجا بیشک. چرا اینجا جاش نبود؟ بله قشنگه، در هر دو حالتش زیباست. تو هم بخونی میتونه خوب باشه. کجا هستی احوالایت نمیآید. خبری ازت نیست.
بشب خستی کسی یادت نمیآید درد دادی ما رو آه کجا هستی احوالایت نمیآید بشب خستی کسی یادت نمیآید درد دادی ما رو آی الا یار جان آی الا یار جان تو مگردی سر بامبه بس کن و خنده نکن میشه من آرامه پشت تو ما رو وای الا قسیم با مثلی افتاب هستیه قسیم عشق ما میسوزم چرا به هم خواب هستیه درد دادی ما رو بس کن و خنده نکن میشه من آرامه پشت تو ما رو این من لفظو چند بود؟ آها. این لفظ ای اینو هم زیاد میشنویم تو هنرمندان آفرین. افغانستان و تاجیکستان به خصوص از خانوما خیلی هم بجا و قشنگ میانش. یه بار دیگه گوشش کنیم بعد شما نطق تاریختون رو بفرمایید. ما بابا با تشکر از فارورد میوزیک. اینجوریه دیگه. بسیار زیبا جذاب دلپذیر نمایشی حتی دوست داشتید؟ لذت بردیم. ما دقیقا این آهنگ رو گوش کردیم توی چنل پریفان ملودی هم دیدی گفتم جداری؟ نداریم باد اومد باد اومد بارون گرفت و بارون گرفت. خب خلاصه که خلاصه، آهنگ بچه‌ها. زیبا ما صدا که حسابی لذت نشسته بود بردیم. روی شعر و دیگه شاد و عیدانه نه است میگم دیگه. یعنی که ما این آهنگ رو الان توی پرفان ملودی هم شنیدیمش ولی دوتا اسم متفاوت آفرین اسم خود شعر رو نه و شعر. دوتا اجرای متفاوت گفتم من حتی سازایم که داشتیم بله، می‌شنیدیم اینجا بیشتر تغییر فلوت و کرده. نی و این چیزا توش آره. اومده بود اون ور ولی صدای رباب هر دو سازای بسیار سیمی. لذت بخش بود. هر کدوم هر گلی یک یک بویی داره و بویی ما داره. میایم اینجا هی گل‌ها رو بو می‌کنیم و لذت می‌بریم و دور هم اینجوری عشق می‌کنیم. دمتون گرم که تا اینجا با ما همراه بود. با امید دیدارتون با یک ویدیو جذاب دیگه با شما. موزیکه بارونه؟ دوباره اومد و یادم داد. خلاصه که قربون شکل ماهتون ماچ به کلاتون تا یه موزیک دیگه. خدا نگهدار.